بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خواهران عزیز، میخوام درباره اعمال پیامبر در دهه آخر ماه رمضان صحبت داشته باشیم. چطوری که میدانید همان 2-3 روز پیش گویا که به هم دیگر آمد ماه رمضان را مبارک باشد میگفتیم. امروز باشد الکی این ماه مبارک دارد پایان مییابد و ما به دهه آخر ماه رمضان داخل میشویم. بیایید ببینیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم این دهه آخر را چگونه میگذرانیدند. پیش از همه حضرت عایشه در صحیح مسلم است که میگویند کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یجتهد فی العشر الاواخر ما لا یجتهد فی غیره. پیامبر صلی الله علیه و سلم همان کوشش و عبادتی که در دهه آخر ماه رمضان میکردند در دیگر روزهایش نمیکردند. البته صدقه دادن و قیام اللیل و عبادت ها در تمام رمضان در پیامبر صلی الله علیه و سلم زیاد دیده میشد، لیکن در دهه آخر باز عبادتشان زیادتر و زیادتر میشد. و کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا دخل العشر احیا اللیل و ایقظ اهله و جد و شد المئزر. و پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی دهه آخر می درآمد تمام شبها را زنده داری می کردند، یعنی تمام شب خواب نمی کردند. بر علاوه بر این یک خودشان نه، تمام اهلشان را، چه دخترانشان چه همسرانشان بیدار می کردند و خیلی شب را با عبادت‌های دور و دراز می‌گذرانیدند و حتی از همسران خود دوری می‌کردند، دیگر هم خوابگی نمی‌کردند. و اگر به همین حدیث نگاه کنیم، پیامبر صلی الله علیه و سلم من عبادت کنم همین بسنده است، بیا همسران من خواب کند، بیا دخترک من فاطمه خواب کند نمی‌گفتند، بلکه هم خودشان هم همسران خود را بیدار می‌کردند و حتی می‌گفتند شما هم شب زنده داری کنید. و اینجا وقتی میگویند احیا اللیل یعنی شب، تمام شب بیدار بودند و همسران خود را هم می‌گفتند شما هم باید بیدار باشید. و در روایت دیگر آمده است که به نزد حضرت علی و فاطمه رضی الله عنهما رفته می‌گفتند الا تقومان فتصلیان، مگر بیدار شده شما نماز نمیخوانید؟ شما هم برخیزید و این شبها را زنده بدارید. پس عزیزان، اینجا نفرانی هستند که تمام شب در دست تلفن دارند، تمام شب می شود که دعوتی بعضی از داعی ها را گوش میکنند، حتی بعضی ها به تماشای رولیک های تیک تاک و چیزهای دیگر مشغول هستند، اما عبادتی که این شبها کرده می شود هرگز به عبادت شبهای دیگر برابر نیست. و نفرانی هستند که خودشان به مسجد می روند، نماز تراویح می خوانند، اما به پروایشان نمی آید که آیا همسرشان این شب که یکی از شبهای آخر رمضان است و شاید که این شب قدر باشد هیچ پروایی ندارند و گویا که عبادت فقط برای آنهاست و همسر آنها باید خودش بیدار شود. زن هم باید کوشش کند، ولیکن گاهی می شود که به سبب کودک داری، به سبب کارهای زیاد زنها این شبها را با خواب می گذرانند. برای همین اینجا به سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم پیروی کرده مردها پیش از همه خودشان این شبها را زنده داری کنند و همسر خود را و فرزندانی که آنها طاقت شب زنده داری را دارند بیدار کنند. در حدیث مسند امام احمد آمده است که پیامبر هر نفری که از نزدیکانشان طاقت شب زنده داری را داشت از جهت سلامتی و از جهت قدرت میگفتند این شبهای آخر را شما باید زنده داری کنید و تمام شب شما باید نماز خوانید. و اینجا از سنت های دیگری که پیامبر در این شبها میکردند این اعتکاف نشستن بود، یعنی 10 روز آخر را همه اش را در رمضان میگذرانیدند. حضرت عایشه میگویند کان النبی صلی الله علیه و سلم یعتکف فی کل رمضان 10 ایام فلما کان العام الذي قبض فیه اعتکف 20 یوما. پیامبر صلی الله علیه و سلم هر رمضان 10 روز در مسجد اعتکاف می نشستند و اما
سالی که وفات کردند 20 روز نشسته بودند. در حدیث دیگری صحیح بخاری آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم در ماه رمضان در مسجد اعتکاف می نشستند. بعد از وفاتشان همسران پیامبر اعتکاف می نشستند. از این می براید که برای زنها نیز اعتکاف نشستن جایز است و زنها در زمان پیامبر هم اعتکاف می نشستند و قصه این که پیامبر بار همسران خود را شما دیگر اعتکاف نشینید میگویند، اون معنیش به آن است که زنها برای به پیامبر نزدیک شدن 3 نفر برابر، هم حضرت عایشه، هم حفصه، هم زینب بنت جحش در اطراف پیامبر خیمچه یا کپچه ها زده می آیند و پیامبر میگویند شما با این کارتون مقصدتون ثواب گرفتن نه، مقصدتون به من نزدیک شدن هست و قهر کرده دیگر اعتکاف رو آن سال ترک میکنند و ماه شوال اعتکاف می نشینند. و بجز این که پیامبر صلی الله علیه و سلم اعتکاف می نشستند، چگونه که گفتیم زنها هم در مسجد می نشستند، تلاوت قرآن می کردند، دعا می کردند، استغفار می کردند و نمازهای شب می خوندند و چند رکعت نماز شب می خوندند و چگونه می خوندند؟ همون نماز تهجد، همون نمازهای تراویح که می خوانیم، علاوه بر این باز نمازهای نافله دیگر، همه این به عبادت ها داخل می شود. علل خصوص پیامبر صلی الله علیه و سلم چرا در همین دهه آخر خیلی خیلی زیاد کوشش میکردند برای آنکه چگونه که در حدیث های دیگر آمده است شب قدر در یکی از روزهای آخر دهه مبارک رمضان می باشد و شب که الله میگوید لیلة القدر خیر من 1000 شهر، عبادت این شب از 1000 ماه، از 84 سال بهتر است. این شب در یکی از شبهای توقع دهه آخر قرار دارد، یا 21 یا 23 یا 25 یا 27 یا 29 که در بارش اختلاف و احادیث زیاد است و معنیش این است که شما در این شبها خیلی زیاد عبادت کنید. شاید یکی از این شبها به شب قدر یا لیلة القدر روبرو شود و شما عبادت 84 ساله را به دست آورید و این چنین اجابت دعای شما که این شب قدر نوشته شدن تقدیر 1 ساله می باشد. پس خواهران عزیز و هر نفرانی که می شنوید، بیایید عبادتی که در دیگر روزها کرده نتوانستیم یا اینکه بعضی از جد و کوشش هایی که ما باید کنیم بود اما نکردیم، در همین دهه آخر فرصت شماریم، تمام کارهای دنیا رو یک سو گذاریم، علل خصوص این تلفن های نابسامان رو به یک سو گذاریم و صحبت هایی که ما تمام سال هم کرده می توانیم با همسایه و با خویش و تبار و چقچقه های هر روزه آن را یک سو گذاریم و چگونه که پیامبر کوشش زیاد در همین دهه میکردن و عبادت زیاد 84 ساله به دست ما می آید که شاید تمام عمر هم به دست آورده نمیتوانیم، در این شبها به دست بیاریم با امید آن که پروردگار یکایک ما و شما را موفق گرداند. شبهای قدر و دهه آخر برایتان مبارک باشد و عبادتش مقبول. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.